سلام، به چنل گالتین انگلیش خوش اومدید. ممکنه شما هم کلمات انگلیسی زیادی رو بلد باشین، اما نمیتونین از اونها توی جمله استفاده کنید. یکی از علل این کار اینه که شما به داستان‌های زیادی گوش ندادین یا متن‌های زیادی نخوندید. چون که گوش دادن به این داستان‌ها باعث میشه که به صورت ناخودآگاه مغز شما وقتی میخواین صحبت کنید این کلمات رو در کنار هم قرار بده. پس ما امروز اومدیم یک داستان برای شما آماده کردیم. با ما همراه باشید و لایک و سابسکرایب کانال یادتون نره. بریم سراغ داستان. In a tiny village, there was a boy named Joe. In a tiny village. Tiny به معنای کوچک. Village به معنای روستا. دقت کنید که شاید برای اینکه نشون بده روستا بسیار کوچیک بوده از tiny استفاده کرده. اگه دقت کنین حرف اضافه این برای یک مکان استفاده شده. In a tiny village. پس شما اگر بخواید توی صحبت کردنتون به یک مکان اشاره کنین میتونین از این استفاده کنین. In a tiny village توی یک روسته کوچیک there was a boy. There was a boy. There was به معنای وجود داشتن. There was a boy. یک پسری بود که نمیگیم یک پسری وجود داشت که. دقت کنید که نیاز نیست همه رو کلمه به کلمه ترجمه کنید. گاهی برای فهمیدن بهتره که معنی کلی رو بگیرید. There was a boy named Joe که اسمش جو بود. His family didn't have much money. اگر دقت کرده باشین از اول داستان تا اینجا ما داریم از زمان گذشته ساده استفاده میکنیم. چرا؟ چون که داریم داستان رو بیان میکنیم. معمولا برای بیان کردن داستان شما میتونید از گذشته ساده استفاده کنید. حالا اگه بخواید از این کلمات توی مکالمه استفاده کنید، اگر حالا مکالمتون در زمان حال باشه، دیگه با توجه به زمان جمله شما میتونید زمان فعل رو تغییر بدید. His family خانواده‌اش didn't have much money پول زیادی نداشتن. پس این جمله داره میگه که اونها خانواده ثروتمندی نبودن. And many days he went without enough food to eat. And و many days روزهای زیادی he went without enough food. دقت کنید went گذشته فعل go هستش. اگه بخوایم این رو ترجمه کلمه به کلمه کنیم میشه او رفت بدون غذای کافی. در صورتی که این اشتباهه. He went without enough food. او سپری کرد بدون غذای کافی. مطمئنم که این معنی درستش نیست. و معنی درست میشه این که او سپری کرد بدون غذای کافی. He went. اینجا went یا همون گذشته فعل go به معنی سپری کردنه. Without بدون enough کافی food غذا enough food غذای کافی to eat برای خوردن. پس معنی این جمله شد He went without enough food to eat. روزهای زیادی رو سپری کرد بدون که غذای کافی برای خوردن داشته باشه. چرا میگیم برای خوردن؟ تو همراه با ایت اومده، ما اینو به صورت مصدر ترجمه میکنیم. خوردن، غذای کافی برای خوردن. Life was tough for him. زندگی was گذشته فعل is بود tough سخت for him برای او. زندگی برای او سخت بود. دقت کنید که life یه کلمه‌ای هست که به صورت مفرد به کار میره. یعنی به صورت مفرد توی جمله باهاش رفتار میشه. اگر میخواید متوجه بشین که ما از چه فعل‌هایی برای کلمات مفرد و جمع استفاده میکنیم توی ویدیوهای ما رو در مورد گرامر توی کانال ما تماشا کنید. One day یک روز near a bustling market نزدیک یک سوپرمارکت شلوغ. دقت کنید bustling به معنی شلوغ و حالا پر ازدحامه. ممکنه شما خیلی وقتا توی مکالمتون میخواستین بگین که یک مکان شلوغ ولی نمیدونستین که از چه کلمه استفاده کنید. پس اینجا یه یادگیری داشته باشیم
bustling market. سوپرمارکت شلوغ. ادامه جمله A kind man named Jack noticed Joe. A kind man. مردی مهربان. Named Jack. که اسمش جک بود. دقت داشته باشید اینجا کلمه named باز هم یک فعله و چون که ما داریم در مورد داستان یعنی داستان گفتن صحبت میکنیم همه فعل همون توی یک زمان هستن. همه فعل ها زمان گذشته ساده هستن. Noticed Joe. متوجه جو شد. Noticed که گذشته فعل notice هستش یعنی توجه کردن. پس ترجمه این بخش شد مردی مهربان به نام جک متوجه جو شد. Jack who sold goods in the market approached Joe. بیاییم با هم بررسیش کنیم. Jack who sold goods in the market. دقت کنید وقتی که ما از who بعد از یک اسم استفاده می کنیم در واقع داریم اون شخص رو توصیف می کنیم. همیشه کلماتی که پرسشی هستن و وسط جمله استفاده میشن در واقع دارن در مورد کلمه قبل خودشون صحبت میکنن. بازم این توی گرامرمون هست که توی کانالمون میتونین نگاهش کنیم. Who sold goods in the market. در واقع بعد از جک who استفاده شده. حالا این who که میاد یعنی داره در مورد جک صحبت میکنه. Sold goods in the market. کسی که در بازار کالا میفروخت. اینجا goods به معنای کالا هستش. میدونم که اکثرا واژه good به معنای خوب هستش و اینجوری میشناسینش. اما اگه good با اس جمع بیاد یعنی بشه goods به معنای کالاها هستش. sold در گذشته فعل sell هستش به معنای فروختن. in the market. حالا مارکت رو ما اینجا بازار ترجمه کردیم که ترجمه بهتری داشته باشه. Jack who sold goods in the market. جک کسی که در بازار کالا میفروخت. Approached Joe. Approach به معنی نزدیک شدنه که اینجا ایدی گرفته و تبدیل به گذشته شده. Approached Joe. به جو نزدیک شد. And offered him a warm meal. و and به معنی و هستش. Offered گذشته فعل offer هستش به معنی پیشنهاد دادن. Him a warm meal. به او پیشنهاد داد a warm meal. یک غذای گرم. دقت کنید که meal میتونه حالا هر بعده از غذاها باشه. میتونه نهار باشه، شام یا هر چیزی. A warm meal. یک غذای گرم. ادامه داستان میگه Joe was so thankful for the food. Joe was گذشته فعل is بود so thankful. so معنی بسیار. thankful معنی ممنون. بسیار ممنون و شکرگزار. for the food برای غذا. اگر دقت کنید thank به معنی ممنون هستش. اینجا thankful به معنی صفت به کار میده به خاطر فولی که در آخر استفاده شده. یعنی ممنون بودن، متشکر بودن. دقت کنید معمولا کلماتی که آخرشون فول دارن یک نوع صفت و ویژگی هستن. مثل fruitful یعنی پرمعنی، پربار. یا grateful یعنی شکرگزار. پس فول در آخر جمله یک صفت میسازه. فکر کنم برای امروز تا اینجا کافی باشه. دقت کنید هدف من برای ساخت این ویدیو فقط این بود که شما یاد بگیرید چه کلمه هایی رو با هم استفاده کنید، چه کلمه هایی به صورت مفرد توی جمله استفاده میشه و چه کلمه هایی به صورت جمع. اصلا چجوری کلمات رو در کنار هم قرار بدیم و کجا استفاده کنیم. امیدوارم توی این ویدیو متوجه شده باشید. اگه میخواین ادامه داستان رو بشنوید ما نیاز به حمایت شما داریم. پس لایک و سابسکرایب کانال یادتون نره و ممنون که تا آخر ویدیو ما همراه بودین. خدا نگهدار.